صحابه سوال کردند آیا ما پروردگارمان را در بهشت و در آخرت می‌بینیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب فرمودند سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیته. پروردگارتان را ملاقات خواهی کرد با چشمی که خدا در آخرت مسلح می کند، توان می دهد که به جمال جلال نورانی الله نگاه بکنید. خود خداوند در آخرت چشم بندگان نیکش را توان می بخشد، مسلح می کند که بتواند از دیدار الله در بهشت لذت ببرد. سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیته. ربتان را می بینید، ملاقات خواهید کرد، دل و دیدتون منور خواهد شد.